پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از 16 اکتبر سال 2023 نسبت مردان 35، 33 و 32 ساله ساکنان شهر خوجند آغاز کرده شده است. گمان بر شوندگان شب 15 اکتبر سال 2023 تخمینا ساعت 00:30 دقیقه با مقصد استراحت نمودن به مرکز دلخوشی خوکانت رفتند و هنگام در حالت مستی قرار داشتنشان به یگان اساس با مرد 33 ساله ساکن شهر دوشنبه جنگ و جنجال نموده او را لطو کردند. در نتیجه جبر دیده جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در شهر شاهمنصور با عریضه زن 54 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 16 اکتبر سال 2023 مرد 35 ساله ساکن پایتخت با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا $5400 امریکایی و تجهیزات روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 59850 سامانی را تشکیل می‌دهد. اوج این حادثه تفتیشات ادامه دارد.